ده ها نفر روز 26 مارس بعد خبر برقرار شدن پروازها به روسیه به نزد دکان‌های چپته فروشی آمدند. این نقطه‌های فروش چپته در مرکز دوشنبه اکنون فعالتر می‌شوند. فروشنده‌ها میگویند از صبح امروز و با نشر خبری آغاز پروازهای دائمی به روسیه شخصان زیاد آمده از آنها چپته به سمت روسیه را می‌پرسند، اما فروشنده‌ها هنوز به این سوال‌ها پاسخ مناسب ندارند، چون در تبلای آنها هنوز چپته برای پروازهای دائمی به سمت روسیه پیدا نشده است. امرالله احتماف بی‌صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. او مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک در داخل کشور جای کار مناسب ندارد و می‌خواهد هر چه زودتر به مهاجرت برود. هر روز پشیمیان میپرسم که راهوی شید نه هوی نشید. بسیار آدم برسی پاسپورت نداره. همجا کارش همجا داریم. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20,000 است، در قطار دیگران برای خرید چپته آمدند. ما گفتیم که مقصد همین گپ راسته که 1 اپریل دهم میشن برای مقصد رئیس هست برای آدم گفتن که نه دروغه گپ تا برای گراجن روسا. با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه، هنوز هم سوالهای زیادی در این رابطه جای دارد، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز می شوند و آیا شهروندان تاجیکستان می توانند از طریق کشوری سوم به روسیه بروند. مسئولین آژانسی اویاسیون شهروندی گفتند بجز از خبری که در رسانه‌ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه را ندارند. در سفارت تاجیکستان در مسکو هم به رادیو آزادی گفتند منتظر تفصیلات بیشتر از وزارت کارهای خارجه روسیه هستند. ولنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران در مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، طبابت و یا سیاحت به روسیه سفر کنند. دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان، اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند. یعنی با مقصد کار، برای مهمانی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما بجز از معلوماتنامه آری بودن از کرونا ویروس، PCR تست سندی دیگر ضرور نخواهد بود. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کند. با این پروازها تنها آنهای از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چپته نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه روند. اول چند سال بود 3000 4000 تا می‌رفتیم. روز 10800 یک جای سود. مابین یک اینا 2 هفته بلیت 4000 سوم دیگه در بالاش موندن. ما اومدیم 4000 یک ماه پیش اومدیم 4700 چند سوم بود. از حاضر 7900 چند